بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم. موضوع بحث ما وجه نامگذاری هزاره است و نام این برنامه را گذاشتن دوستان گود زره. در آینده انشاءالله روشن خواهد شد که گود زره در کدام نقطه ای از کشور ما هست و به چی معنا. من هم از زمانهای 15 ساله 20 سالگی به بعد یک دغدغه‌ای برایم بودن که این نام هزاره چرا به ما هزاره میگن. تا وارد مطالعه شدیم و نظرات محققین را خوندم، خودم به یک جای رسیدم که نظرم را بعداً انشاءالله بیان خواهیم نمود. از بین نظرات چند نظر را من به مرور بحث خواهم کرد. یک، بعضی ها هزاره را نامی نژادی می‌دانند، یعنی در برابر تاجیک، افغان و ازبک هزاره یک نژادی است. بعضی ها مثل مرحوم خاوری هزاره را از آذر می‌دانند و بعضی ها مثل مرحوم اریانپور از هزارپات می‌دانند، بعضی از هزار غلام، بعضی از هزاران زوار، بعضی ها از هزاره چنگیز، بعضی هم از هزاره زردشت. این 5-6 نظر را انشالله با مرور بحث خواهیم نمود. اما نظر خودم در ابتدا این است که من هزاره را نام نژادی نمیدانم، من هزاره را نام سرزمینی میدانم. هزارستان یا گرشستان بزرگ که این گرشستان بزرگ حداقلش از جنوب هندوکش، پیشاور، بلوچستان پاکستان تا مرز پارتها، هرات و هامون، این حوزه هزاره‌نشین بودند در باستان. نه هزاره به معنای نژاد، هزاره به معنای یک سرزمین. و دلایلی که در این باره دارم در آینده یک و یک بحث خواهیم نمود و امروز به 2-3 نکته اشاره میکنم. نکته اول، در کتاب هزاره های گم شده جلد اول صفحه 149 آقای دکتر پرویز رجبی میفرماید گشتاس در سرزمین اریاویج به اسپان تیزتر دست یافت. اوست با 1000 دریاچه و 1000 رود. این گشتاس و گرشاس کی بودند؟ در کجا زندگی می‌کردند؟ در همین سرزمینی که معروف است به گرشستان. در کدام زمان؟ در زمان زردشت پیامبر. محققین میگویند از جمله هاشمی رضی که زردشت در 1080 قبل از میلاد زندگی میکرد. خاستگاه زردشت در خوارزم بود، شمال این خراسان شرقی. اما هجرتگاهش سرزمین گرشاس و گرشاس در 1080 قبل از میلاد شاه این سرزمین بود. حالا در بعض منابع وشتاس
گشتاسپ آمده و سه‌ترش همون گرشاسپ. مرحوم اریانپور در کتاب خراسانیان در قرون وسطی ایشان می‌فرماید که قبل از گرشاسپ نام این سرزمین هزار آب و هزار دریا بود. بله. و در کتاب قرون وسطی صفحه 53 مرحوم غبار در مسیر تاریخ، کتاب مسیر تاریخ صفحه 45 می‌فرماید سرزمین خراسان شرقی به نام هزارشار شناخته می‌شد. سرزمین خراسان شرقی امین حوزه به نام هزارشار شناخته می‌شد. بله. و مرحوم محمد تقی خاوری در کتاب مردم هزاره و خراسان بزرگ میگوید در صفحه 34 خراسان شرقی به نام هزارشار و هزارشارک بود. بله. این سرزمین با نام هزار پیوند خورده است، مخصوصا هزارشار، هزارشارک و هزار در و هزار دروازه. خب پس دوستانی که هزاره را میخواهد نژادی بحث کند نمیتوانند دلیلی بیاورند ثابت کنند که هزاره خب نژاد ترک است، نژاد مغول است، فرض کنید از کدوم نژاد است. من میگم همون نظریه آقای اریانپور رو دارم که متن و شکلگیری این مردم همون نژاد هوشنگ آریان، اما در این سرزمین زندگی میکردن نژادهای مختلف و این نژادهای مختلف یک ملتی را تحت عنوان دایها به وجود آوردن. دایها، اقوام مختلف، قوتهای مختلف تحت عنوان دایها که در آینده انشاءالله به اثبات خواهم رساند که اشکانیان، پورنیان و نیکپیان و سکاها همه اینها تحت عنوان دایها ملت را تشکیل دادن، در مقابل تهاجمات دیگران می جنگیدن، صلح میکردن. من که هزارستان میگم این هزارستانی قیچی شده فعلی نه، اون هزارشار زمان گرشاسپ و قبل از گرشاسپ. البته اینها نیاز به مطالعه و تحقیقات زیاد دارن و دوستان و شنوندگان عزیز هم تحقیق خواهند نمود و مخصوصا واژه دای که با هزاره پیوند خورده است، هر جایی که پای هزاره باشد کلمه دای هست. مورد قبولن، همه قبول دارن، نمیتونه قبول نکنن. خب این دایها اقوام مختلف، نژادهای مختلف بودن، در سرزمین هزارشار اتحادیه داشتن، قوتها داشتن و اما نام هزاره نام نژادی نیست، نام سرزمینی است.